اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یکشنبه. محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء از فابریکه قالین بافی در هرات بازدید کرد. در این دیدار ملا عبدالغنی برادر اخوند با تعدادی از سرمایه گذاران و تاجران دیدار و آنان را به سرمایه گذاری در داخل کشور تشویق نمود. 16 اراده لنگروزر تویوتای مجهز به سیستم مخابراتی از سوی کمیته بین‌المللی ICRC و سرپرست ریاست عمومی هلال احمر افغانی آقای مولوی مطیع الحق خالص تسلیم داده شد. از موترهای یاد شده برای کمک‌های بشردوستانه در ولایات مختلف مورد استفاده قرار خواهند گرفت. یک جوان در ولایت غزنی توانسته است که یک تانک را در مدت 5 ماه به هزینه 500,000 افغانی بسازد. او میگوید اگر تسهیلات بیشتر در اختیارش قرار گیرد وسایل بیشتری خواهند ساخت. در جلسه آغاز روند انتقال حجاج افغان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان نمود. جای خوشی است که تحت حاکمیت نظام اسلامی حجاج خویش را به ادای فریضه حج میفرستیم. بعد از ولسوالی سروبی کابل، ولسوالی دهسبز نیز از کشت کوکنار پاکسازی شد. در جریان مدیریت مبارزه با مواد مخدر، پلیس قماندانی امنیه کابل و پلیس ولسوالی دهسبز ولایت کابل، ولسوالی دهسبز به طور کامل از کشت کوکنار پاکسازی شد. در جلسه آغاز روند انتقال حجاج افغان، کفیل و معاون سیاسی ریاست الوزراء مولوی عبدالکبیر بیان نمود. امارت اسلامی افغانستان برای همکاری حجاج متعهد است و سال گذشته برای بار نخست پول اضافی برایشان دوباره سپرده شد. شاروالی کابل میگوید در گلدانهای کوت سنگی یعنی میرویس میدان به صدها گل غرس گردید.